ولی جدی دارم میگم تا زیر 25 سالگی، تا زیر سن 25 سالگی زندگی کن، بالا پایین شو. حتما نباید همه چی خوب پیش بره که بالا پایین بشه. حالا در سطح خانوادگی خودت، حالا مثلا اتفاقایی که برات میفته چه خوب چه بد، باید برات اتفاق بیفته داداش که سرگرمی زندگی رو ببینی. زندگی با عشق خیلی قشنگ‌تره. خدا شاهد دوران. حاجی من بچه طلاقم، من زن تو خونه ندیدم. اگر میتوانی و موقعیتش در زندگی تو داری، در زندگی برای خود یه نفر رو پیدا کن، یک زن وفادار زندگی تو عوض کن. برای خودت داداش یه عشق پیدا بکن، یه خانوم درست، یه دختر خانواده دار، دختری که تو مهمونی شب، حالا مثلا 2 هفته یه بار میرم اینا اوکی، ولی دختری که هر شب تو مهمونی یا خواهر من، پسری که اصلا نکم دنبال قرص و چونی